ببخشید سلام. خونه رهن اجاره دارید برای ما؟ چند نفری؟ چقدر پول داری؟ 2 نفری ما، یه دونه بچه، بعد نصفه بود 5 تا. باقیه‌شو نگو. نه نداری. من خونه به ایرانی نیستم. ببخشید. سلام. سلام ارباب. سلام بفرمایید. میگم دعوقانی منزل اجاره میدی؟ چقدر پول داری؟ 100 تومن مایی 30 تومن. 30 تومن یا 3 تومن؟ 30 تومن. چند تا بچه داری؟ 12 تا دیشب. 12 تا؟ صلی علی ستیره که چشمای تو بیتیره که. واسه ببینم قانونی اومد یا غیر قانونی؟ ما غیر قانونی هستم. خونه نمیدم. آقا 50 میلیون رشوه‌یه. خونه مال خودت. آی دسته اونجا بزرگه؟ آره تا 8 بچه دیگه هم جا داره اون. انشالله تا عید درستش میکنه. انشالله. میگم اینجا نان بربری افغانه؟ آره شما که همه فامیلات نون بربری رو همه کنترات کرد. بربری میکنیم با پنیر. بخورین نوشه. آی دست در کار خاله جان 2 تا دختر داری جان، یکی شب بمانه میدی تو بگو از